بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه حضور همتون خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که خستگی سفر کم رفع شده باشه و یک جان سپاس از اینکه به ما فرصت میتین تا کارهایی که از تقریبا بعد از آمدن طالبان دوباره ما هم دست به کار شدیم و شروع کردیم با کمک و همکاری نهاد دیالوگ ترقی و سفیر صاحب اندیشه، یعنی در هر مرحله بسیار با پشتکار حوصله‌مندی یک جا کار کردن با یک جمع از فعالین کنشگرای جامعه مدنی. از این که ما کجای کار قرار دادیم در حقیقت یک مرور است از کارهای گذشته و وضعیت کنونی که ما تانستیم چی ایجاد کنیم، چی را به دست بیاریم و همچنان یک تصویری از کارهایی که در پیش روی ما قرار خواهد داشت. در قسمت خود نام شبکه، البته امی نتورک یا پلتفرم یا فورم یا هر چیزی که نامش بونیم، یک مجمع یا یک شبکه ایجاد شده به نام شبکه نیروهای مدنی و دموکراتیک افغانستان. امروز که ما شما صحبت میکنیم در حقیقت یک گزارش از پیشرفت است. یعنی سال گذشته ما تونستیم شبکه را ایجاد کنیم، افتتاح کنیم و امروز میشه که ما براتون خدمت کنم و بخشای مهم میشه و شکل مختصر ارائه کنم. چشمانداز ما، یعنی اگر ما شما وسط کلان بر افغانستان فکر کنیم، شاید ما نتونیم چشمانداز بسیار کلان، البته او هدف نهایی ما هست، ولی ما اگر بتونیم شبکه را ایجاد کنیم که متحد، توانمند و موثر باشه برای هماهنگی، ایجاد فرصت بر تشریک مساعی، اون اینمی خودش یک چشمانداز بسیار مرتبط و مناسب است برای کار مشترک شبکه و ماموریتش البته هماهنگی، ایجاد یک ساختار برای تشریک مساعی و همچنان تبادل معلومات و کمک به یکی دیگه. یعنی جای مختلف شاید اعضای شبکه در کشورهای مختلف واقع شده باشن، از این طریق میتونیم ما با یک دیگه کمک کنیم، از کار یک دیگه خبر شویم، اهداف کلان و بزرگ یک جا تعقیب کنیم. خب در قسمت از که خود شبکه اهداف بزرگش چی است، اما دورنمای کاری در بخش دادخواهی، البته اصطلاح ادوکیسی که به انگلیسی داریم، دادخواهی و همچنان نمایندگی از جامعه مدنی به شکل مؤثر، منسجم و هماهنگ. این یک بخش مندیت یا کار شبکه خود این خلا را پر کنه. و بخش کوردینیشن یا هماهنگی میان اعضا و همچنان کمک و همکاری بین اعضا، این بخش دیگه از مندیت یا سایه کار شبکه است. در رأس کار مجمع عمومی شبکه است که مجمع عمومی هم عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری است که سال یک بار جلساتش دایر میشه و تمام اعضای شبکه در مجمع عمومی اشتراک میتونن کرده و حق رأی دارن و مجمع عمومی بعداً بورد رهبری را انتخاب میکنه که استیرینگ کمیتی و بورد رهبری به مدت 2 سال از طرف مجمع عمومی انتخاب میشه و بورد رهبری در مسائل راهبردی دراز مدت کارهای شبکه را به شکل منسجم اولویت بندی میکنه، بحث میکنه و همچنان نظارت میکنه از کارهای شبکه. بعداً البته جای اصلی انجن کاری شبکه که باید فعال شود گروپ های کاری است. گروپ های کاری البته فعلا به اساس ضروریاتی که پیش بینی میشد در ساحات مثلا مثل جندر و حقوق بشر، میخوایم یکم روشنی شاید شما خوانده نتونین، اما کوشش میکنم که توضیح بدم. بخش حکومتداری، دموکراسی و مردم سالاری و صلح، بخش ظرفیت سازی، بخش روابط عامه و همچنان بخش حل منازعات. در اینی 5 ساحه اعضای شبکه توافق کردن که گروپ های کاری ایجاد شود. بخش بسیار مهم شبکه سکرتاریات دارالنشایش است که دفتر CDPG من حیث عضو دائمی شورای رهبری
مسئولیت بخش دارالانشا هم دارن که البته ما بسیار باید مدیون کمک ها و زحمت هایشان باشیم تا این مرحله رو با ما بسیار کمک کردن و طبیعی است که در آینده هم همکار ماستن و بدون داشتن بخش سکرتریات مسائل اداری، مسائل مالی، مسائل لوجستیکی، هماهنگی اینا بسیار کار زحمت داره. به همین معلوم است بدون داشتن سکرتریات نمیشه این کارا رو پیش ببریم و در اون بخش طی همین 4 سال دفتر دیالوگ ترقی ژنو با ما کمک کردن و اضافه از 40 نهاد عضویت شبکه را داره، شاید کم بیش ولی در حدود 40 نهاد رسما همکار هستند از طریق همین ساختار. شبکه تونسته اساسنامهش به تصویب برسه که اسناد همش موجود است، بس اگر خواسته باشین لینک شه یا ایست که هارد کپی به شکل چیز براتون اختیارتون قرار خواهد گرفت که اگر میخواستین به جزئیات هم بخشا را مطالعه کنین. اساسنامه از سند اساسی و اصولی شبکه است که تمام شیوه کار، مدیریت و همچنان مسائل راهبردی و توزیع لایه وظایف تمام بخشا در اساسنامه ذکر است. روابط عامه باید فعال شود و شبکه معرفی شود با سایر نهادها، با مردم افغانستان، با اعضا، با نهادهای دیگه که البته با ما یک جای کار میکنن. و در اخیر بخش عضویت، در بخش عضویت یک لینک است اگر دوستایی که از نهادهای مختلف امروز تشریف آوردن یا به شکل افراد اشخاص مستقل علاقمند به عضویت و همکاری در شبکه باشن، لینک آقای فرمولی میشه که خدمتتان از طریق ایمیل ارسال کنه و یا ایست که در صفحه اگر است اون دو صفحه دیگه است اونجا هست، میشه که او را که کلیک کنین باز میبریتون در یک فرم و فرم خانه‌پوری میکنین و معلوماتتون به سکرتریات میاد. درست است دیگه. در قسمت مسائل اسنادا و کارهایی که شده اساسنامه و بعض مسائل دیگری که من ذکر کردم، اگر خواستین کاپی هایش هست باز میشه که خدمتتان به شکل هارد کپی یا به شکل سافت براتون خدمتتان روان کنیم. یک جان تشکر از توجهتان. اگر سوالی باشه ما در خدمت است.